سلام دوستا، امید که جور و سر حال باشین. یک آموزش دیگه جابجا کردن فایل اکتیو و خاطر گرافیک و دمیج است. بعضی ها میخواین دمیج این چیزشون زیاد باشه، تفنگایشون. بعضی ها میخواین که 120 فیس فعال بکنه، 90 فیس فعال بکنه. یا آموزش است، یک فایل است اکتیو است. ویدیو رو به دقت ببینید که چه قسمی جابجا میشه. باز از پیشتون خراب نشه. گفتن نگاه میکنید، فایل دانلود میکنیم. از اینجا که فایل دانلود کردیم میریم گوشه زیارچیور تلگرام. این از این قسمت فایل 120 فیس که دانلود کردیم اینجا است. روی از این میزنیم، اینجا استخراجش میکنیم. فایل این قسم باز در پوشه میایه. اینی فایل است، این کپی میگیریم. از قسمت بالا حافظه تلفن انتخاب میکنیم. دیوایس استوریج، اندروید، دیتا. از این قسمت پابجی خود پیدا میکنیم. شای پابجی خود پابجی پیدا میکنیم. از این قسمت میبینیم پابجی بازی پوشه فایل. این قسمت باز، این قسمت باز سیو. اینجا اینی قسمت گیم سیو باز میکنیم. سیو گیم. های نمی گیم سیو نمی باز شده. نمی قسمتی را پست میکنیم، میمانه میشه. گفتن نگاه این قسمت اینی رو میزنم، جاگزینی میکنیم. فایل اینجا. نال میریم داخل گیم خود، میبینیم که فایل جابجا شده یا نه. خب دوستا، منتظر میشه پابجی رو باز بکنم. این از این قسمت پابجی باز شد. میریم در ستینگ خود، ببینیم که گرافیک تغییر کرده یا نه. ستینگ، گرافیک، گرافیک رو این از این قسمت کستوم میکنیم. این قسمت میبینیم اکستریم است. اکستریم باز میکنه. اینجا نورش تا 150 پیش اومده. اتوماتیکش 100 است. از 100 بالا نمیباشه. خب دوستایی، هم آموزش جابجا کردن فایل اکتیو بود.